ما وقتی نمیفهمیم کدام طرف روان هستیم گم میشیم و گم میشیم یعنی چی؟ افسرده میشیم، اضطراب میگیره. خودی فریدون رهبری 23 ساله به قول خودش گم شده است. نیم سال باز گرفتار افسردگی است و روزش را با کتابخوانی سپری میکند و به سختی از اتاق بیرون می آید. دانشگاه بلخ را با اختصاص ارتباطات و سیاستگذاری عمومی ختم کرده است و امیدوار بود در نهاد حکومتی کار می‌یابد. بازگشت طالبان امیدهایش را برباد داده است. لنگان قدم برمی داشتن به طرف آینده بهتر، کار، تحصیل، جامعه برابر، جامعه انسانی تر و دموکراتیک. ولی همین که لنگان شروع به حرکت کردن پایشان قطع شد. شکست روحی خوردیم تمام جوانایی که در رده سنی ما قرار دارن. برای جوانان مثل رادفر زندگی در عهد طالبان که 20 سال پس به حکومت برگشتند و قانون و قاعده‌های ارتجاعی دارند سخت است. مشکلات اقتصادی و آینده ناروشن جوانان را افسرده و گرفتار بیماری‌های روانی کرده است. شفاخانه بیماری‌های روحی بلخ شاهد این گفته است. فعلا مشکلات روانی نسبتاً سطح بالاتر دارند و مراجعین ما زیادتر است. قبلا یعنی در شرایط جمهوریت ما روزانه در بخش عاجل خود 30 تا 40 مریض مراجعین داشتیم، ولی فعلا 120 تا 130 نفر روزانه در 24 ساعت در بخش عاجل ما مراجعه میکنند. افسردگی و اضطراب در بین جوانان افغان فراگیر و زیاد شده است. طبیبان میگویند ناامیدی از وضع فعلی در افغانستان جوانان را به این حال افکنده است. بیکاری، ناامنی همه از رول داره در افغانستان که میتونه مریض دچار مشکلات روانی و خصوص افسردگی شود و اکثر مریضایی که پیش ما مراجعه میکنند جوانان هستند که اونها از بیکاری، از امنیت خراب از این رنج میبره، بالاخره رفته دچار امراض روانی میشن. احوال بعضی از بیماران تا حد بد است که برای پیشگیری از آسیب نرسانیدن به خود و دیگران آنها را زنجیربند میکنند. اما تعداد زیادی جوانان افغان بی زنجیر هم خود را در افغانستان زیر دست طالبان زنجیربند احساس میکردند.